عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. دو نفر امروز میهمان متن حاشیه هستند، جناب آقای دکتر و جناب آقای دهقان از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. سلام، وقتتون بخیر. کی مجلس مگه محترم هم داره؟ هیچکی هم نه. حالا این دهقان شود سنگین کی یه طوری نگو که خودشو گم کنه. روز اول جرئت نمیکرد تو مجلس بشینه، میگم مجبور میشم حرف بزنم، بعد مشنگیم لو میره. خودم بهش دلداری دادم، گفتم اصلا نترس، انقدر بیشورتر از تو مجلس هستن که باورت نمیشه. دقیقا یادته که حالا تو دلت دست روزه براشا، دلت دست روزه که چرا همین اول کاری حالشو گرفتم. از اصول تربیتی مرحوم ابوی این بود که میفرمودن هر شب یه سینی محکم بخوابون تو گوش بچه. ممکنه تو ندونی چرا داری میزنیش، اما اون میدونه که چرا داره میخوره. نکته مناسب زمانمون یه خورده محدوده. دندون سر جیگه بذار الان میگم دیگه. کشتی نظام تو وضعیتیه که اگه به گل بیشینه تازه جشن میگیریم. دنیا توصیف شده به یک دریای طوفانی و مواج که یک کشتی اون وسط قرار داره. هر کس که خودشو به اون کشتی برسونه نجات پیدا میکنه. دیدی حق داشتم از اول حالشو بگیرم؟ نه شما هم دیدین از اول حق داشتم حالشو بگیرم یا نه؟ ناکس این توتیواری هم نمیتونه استراتژی حرف بزنه. کلمه هم که بزنی تو دهنش باز میزنه به در و دیوار. به یارو گفتم بگو معدن، گفت معدن. گفتم بقیهش باشه بعدن. یارو اومد همینو برای رفیقاش خرج کنه، رفت گفت همگی بگین معدن، گفتن معدن. اینم گفت خب حالا بقیهشو یه موقع دیگه براتون تعریف میکنم. ولی برگردیم سر بحث داستان اتمی. داستان اتمی خیلی بیخ داره، وارد بحثش قرار شده نشیم و نم پس ندیم. ولی خب دیگه خودت تا تهشو بخون دیگه. ظریفم که هی دلاراست میشه و همه تو سریای بدبختی رو میگو خوبه، الان میگه چیزایی که میخوان نفس گیره دیگه. شما حساب کنی که چیا ازش خواستن. موضوع بسیار مهمیه که اگر بخوایم به قولن کم بگیریم اتفاقات دیگه ناگوار دیگه درش میفته. حالا یه قوزی هم بالای این قوز اومده که این پیش شکلاته. مصداق میتونیم بگیم به خب جریانات عراق از بیخ تمام تعادل مقام عظما رو به هم زده رفته پی کارش. تعادل آقای دکتر چه معنی داره؟ ببین عظما نداره، ولی میگه که خود مقامات عراقی از پسش برمیان. حالا اونا خودشون جیغ میزنن، میگن بابا کمک میخوایم کمک میخوایم. عظما میگه نه نمیخواین، فکر میکنین میخواین. یارو به داش مشنگش گفت بیا برداریم بابا رو ببر دکتر. بابامونو حالش وخیمه، میگه حالم خیلی بده. مشنگ یه نگاهی به بابایی کرد، گفت نه طوریش نیست، فکر میکنه حالش بده. بعد یه هفته همون یارو رفت پیش همون داداش مشنگه. داشه گفت بابا کجاست؟ یارو گفت هیچی، یه چند روزیه فکر میکنه مرده. فقط شما اعتدال رو رعایت کنید وقت با آقای دهقان برسه. خودتو لوس نکن دیگه واسه من، اصل بس مونده بیمزه. اگه استراتژی باشی میفهمی که وقتی عظما میگه نه میل نداریم نیرو بفرستیم عراق یعنی چی. باید به اشتهای عظما برای عراق یه نگاهی بکنی. اگه اشتهاشو بشناسی که چی بوده، اون وقت میبینی که این میل ندارم که میگه رژیم غذایی نیست، زهر حلاهله. مرحوم ابوی یه رفیقی داشتن که همیشه میگفت رژیم غذایی فقط روز اولش سخته، چون روز دومی براش وجود نداره. دهقان دو کلمه صحبت کن فرقت با دیوار معلوم بشه، منم یه آبی بخورم این وسط. راجع به تعادل و اعتدال و از این حرف و یه چیزایی بباف با هم صحبت کن ببینم چه کار میکنی. ما معیار بود داشته باشیم برای اعتدال. امام به عنوان در واقع اون نفر شاخص اعتداله. اصلا این اعتدال همون امامه، یعنی ما اعتدال رو از امام گرفتیم. این مشنگ تعادل خودش هم به هم خورده. آخه میدونی داستان عراق یه چیزای دیگه رو می وسط نشون داد. زهر اتمی
از این بالا که رفت تو حلق عظما رسید به جاهای حساس. یکیش همینه که الان داریم صحبتشو میکنیم. الان یه طوری از دماغش در میاد که بگه اگه به جای عراق خوری دنبال عرق خوری رفته بودن بیشتر آخر عاقبت داشتن. خلاصه این جام زهرایی که پشت سر هم میاد خب ضربه میزنه به مزاج استراتژیکی. خیلی ممنون. آقای دکتر دهقان نظر شما چیست؟ اگر معیار رو امام بدونیم، بیشتر از همه به امام ضربه زدن، دنبال شخص دیگه نگردیم. معیار این امامه. بذار رو ترمز دیگه. تو هم گفتیم امام کن، ولی نه اینطوری دیگه. ناشی مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزا بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه رب مهمونی، نهار بهش خورشت کرفس دادن، شام هم بهش اسفناج دادن خورد، فردا صبحم که بهش نون سبزی دادن دیگه طاقتش تاق شد. گفت نهار نمیخواد چیزی درست بکنین، خودم میرم میچرم. این حکمش اعدامه. اعدام اگه عمد داشته بود اعدام بشه. بشین بابا تو هم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن به بعضی باز گفت بهت میگن آدم بی خیال تهمت میزنن. اعتدال رو رعایت میکنیم پس شما؟ این توقع رو نداره. از این شلم شوربایی که اینجا میبینید معلوم که اون پشت تو نظام چه خبره. منتها اینجا رعایت میکنیم، اون پشت پشتا یه حرفایی به هم دیگه میزنیم که اگه نیش بشنوه میره پیشواز گل. تا به جای باریک نکشیده و اسم ولی فقیران نیامده برنامه رو تمومش میکنه.